سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 18 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار بکنیم، ترانه بیرجندی خاله هندو. امیدوارم که اجراش کنید و از نوازندگیش لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم که لطفاً حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، شیر بکنید. با حمایت‌های شما منم انرژی و انگیزه بیشتری میگیرم که ویدیوها رو ادامه بدیم و با هم دیگه پیش بریم. یادتون باشه که این ویدیوها صرفاً برای کانال یوتیوب من گرفته میشه و اگر این رو از هر پلتفرم دیگه ای میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه، چون وقت و انرژی زیادی صرف میشه برای اینکه این ویدیوها آماده بشه. ممنون که حمایت میکنید، ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. این قطعه شماره 18 6 8 و به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریمش. از نظر جمله بندی تقریبا اینطوریه که هر خطی یک جمله حساب میشه. یعنی وقتی میخواید تمرین بکنید خط به خط تمرین کنید و برید جلو. نوتا رو میخونیم و با هم دیگه اجرا میکنیم. اگر نکته خاصی داشت با هم دیگه بررسی میکنیم. خیلی تکرار از نظر ملودی توش زیاده. یعنی عملا اگه بخوایم این قطعه رو خلاصه کنیم از 2 تا ملودی تشکیل شده. یکی اون ملودی که توی 2 خط اول داریم و یکی هم ملودی که توی خط از پایین خط سوم بعد از اون AB که نوشته، یه خطی که توی خط سوم داریم اونم ملودی دوم ماه. کلا 2 تا ملودیه. بقیه‌اش با یه ذره تغییر جزئی دوباره تکرار شده. حالا میزنیمش متوجه میشید. خب خط اول نوتامون هست سل سل دو سی لا دو ر دو سی لا سل 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 دو سی لا دو ر دو سی لا. اجراش میکنیم روی ساز. سل سل دو سی لا دو ر دو سی لا سل 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 دو سی لا دو ر دو سی لا. دیگه ریزا رو حواستون باشه. شمارشش اینجوری میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خط دوم که شروعش مثل بالاه ولی آخرش عوض میشه چون جمله رو میخواد تموم بکنه. سل سل دو سی لا دو ر دو سی لا سل فا سی سی لا سل سی سی لا سل. میزنیمش سل سل دو سی لا دو ر دو سی لا سل فا سی سی لا سل سی سی لا سل. این 2 تا خط ملودی اول ماه. براتون یه دور اجراش میکنم. این 2 تا خط رو که خوب یاد گرفتید، حالا 2 خط بعدی اگر نگاه بکنید، مقایسه بکنید، دقیقاً همین ملودی داره تکرار میشه. تنها تفاوتش اینه که توی خط چهارم توی مقایسه با خط دوم اینجوری میشه که خط دوم میزان سومش میزنیم فا سی سی لا سل، ولی تو خط چهارم میزان سوم میزنیم فا فا سی لا سل. پس تو خط دوم بود فا سی سی لا سل، اما اینجا هست فا فا سی لا سل. همین تفاوت این 2 تا خط اینه. پس من خط سوم و چهارم براتون میزنم با این تغییر. به همین سادگی. 2 خط بعدی یعنی خط پنجم و ششم دقیقاً دوباره تکرار همونه. باز دوباره توی میزان سومش یه تغییر جزئی داره. توی خط چهارم
میزان سوم زدیم چی؟ فا فا سی لا سل. اینجا جای سیاه و چنگ عوض شده، میزنیم فا فا سی لا سل. همین تفاوتو داره. پس تو خط چهارم میزان سوم زدیم فا فا سی لا سل، اما تو خط ششم میزان سوم میزنیم فا فا سی لا سل. همین تفاوت. پس خط پنجم و ششم اینطوری میشه. و بعد از اینکه این سه تا جمله رو اجرا کردیم، توی خط بعد میبینید اول خط یه ای بی نوشته. یعنی باید چیکار کنیم؟ یعنی قسمتی که با حرف آ و بی مشخص کرده، یعنی دو خط اول، باید دوباره تکرار بشه. پس عملاً 4 دور یه ملودی دو خطی داره تکرار میشه با یه تغییرات جزئی که هر بار داره. بعد از این اون جمله دوم، اون ملودی دومی که در موردش حرف زدیم رو اینجا میزنیم. نوتامون هست سل، سل ره 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 میره دو ره، دو ره دو دو میره دو دو سی سی. میزنمش رو ساز. سل سل ره 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 میره دو ره، دو ره دو دو میره دو دو سی سی. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 که یه تکرار داره. دوباره باید اجرا بشه. تو خط بعد، خط یکی مونده به آخر، همین ملودی دوباره تکرار میشه. پس دقیقا همین رو انگار 3 بار باید اجرا کنیم. و خط آخر میاد رو سیمای زرد. سل سی دو 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 سی 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 لا سی دو سی لا لا سو سل. اجراش میکنیم. سل سی دو 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 سی 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 لا سی دو سی لا لا سو سل. و بعد که اینو اجرا کردیم دوباره آتابی رو باید تکرار کنیم، یعنی دو خط اول دوباره اینجا تکرار میشه. خب یه دور از اول تا آخر براتون اجرا میکنم. با مترونوم هم میزنم که دیگه ضرب ها مشخص باشه. مترونوم رو باید بذاریم روی 2 ضربی و سرعت 112. با هر ضرب مترونوم 3 تا شماره میشماریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفا اگر لایک نکردید همین الان این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید، این کانال من رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید که این مسیر رو با هم دیگه هرچه بهتر ادامه بدیم. خوب و خوش باشید.